داستانای سمی شما پارت دوم. راستش این داستان انقدر طولانی بود و انقدر پشیم‌ریزون بود که من تصمیم گرفتم خودم اول بخونمش و بعد بیام برای شما تعریف کنم. داستان از اونجا شروع میشه که یه خانم به من پیام داد، خیلی تاکید کرد که هیچ مشخصاتی ازش نباشه. خب ما هم قرار نیست مشخصاتی ازت به نمایش بذاریم. این خانم زن برادرش داره به انگار داداشش خیانت میکنه و خودش هم میدونه، اما از این موضوع خب خیلی عذاب وجدان داره، خیلی ناراحته. بنا به دلایلی که حالا خودش صلاح میدونه کاری نمیکنه. بریم سر اصل داستان. این زن برادر ایشون، فرض کنیم خانم ایکس، با شوهرش چندین ساله که ازدواج کرده. شوهرش به چه دلیلی نمیدونم، اما چندین ساله که بازداشت هستش، یعنی زندانی هستش و هر چند وقت یه بار مثلا آزاد میشه، میاد پیش خانواده و باز دوباره باید بره خودش رو معرفی کنه. خانم ایکس حدود مثلا نمیدونم، شما فکر کن 5 سال پیش میره با یه نفر دوست میشه که حالا این خواهر شوهرش هم یا مثلا خواهرای خودش اطرافیان هم میدونستن. با یه نفر دوست میشه، حالا طرف کی؟ اون هم یه آقایی بوده که یه خطایی کرده، حالا نمیدونم چی، ولی حتما خطاش سنگین بوده که تحت تعقیب بوده، حسابش بسته شده بوده و هیچ هویتی از خودش نداشته و اصلا مال شهر اونا هم نبوده، از یه شهر دیگه‌ای بوده و فراری بوده. اینا با هم آشنا میشن، دوست میشن و این خانم دلبسته و وابسته اون آقا میشه. کارتای بانکی و یه سری مثلا چیزای دیگر رو در اختیار اون آقا قرار میداده که اون آقا بتونه حالا زندگیشو بگذرونه. یه چیزی که برام پشیم‌ریزون بود این بود که اینا دوتایی میرفتن گوش مثلا حالا مردای ساده رو میگرفتن و به اصطلاح تلکشون میکردن و خب هر پولی هم که برمی داشتن و این پسر برمی داشتن که با جمع کردن اون پولا تونسته برای خودش ماشین بخره، خونه بخره و اینجور چیزا. خلاصه این خانم میاد دوست پسرشو با شوهرش دوست میکنه و آشنا میکنه و این دوتا با هم دوست میشن و به قدری اعتماد بوده بین این شوهر و دوست پسره که میگفته که مثلا مراقب زنم باش. اونم میگفته خیالت راحت، مثل جای خواهر خودمه، حواسم بهش هست. یه روز از اون روزها این شوهر میبینه تو گوشی خانومش و شک میکنه به این دوتا، ولی با وساطت کردن خواهر شوهر و یه داستان دروغی که سر هم کردن تونستن شوهر رو راضی کنن که هیچی بینشون نبوده. نمیدونم واقعا چی بگم، پشمام ریخته بود وقتی داشتم میخوندم. در نهایت اون آقا دوست پسره تونه برگرده شهرش، کلا زندگیش برگشته به روال عادی و یه روز رندوم میاد بهش کلی فحاشی کرده که تو خرابی، تو فلانی، من دیگه تو رو نمیخوام و میره شهرشون و خب خانومم دیگه دچار شکست عاطفی میشه و اون کسی که برام این پیامو فرستاده بود خیلی عذاب وجدان داشت به خاطر داداشش و نمیدونست چی کار کنه. نمیدونم واقعا خودمو جای کی بذارم که بتونم این موضوع رو درک کنم، ولی خیلی پشمام ریخته. چون دفعه قبلی اومدم از یه تاکسیک بازی یه آقا گفتم این سری از تاکسیک بازی حالا یه خانوم بگم، چون به هر حال هم مرد میتونه بد باشه هم زن. نمیدونم داستان تاکسیک چیزی دارید یا شنیدید بیاد برام تعریف کنید. تا داستان بعدی، خداحافظ.